حدیث قدسی. فضیلت حفظ حرمت‌های الهی. حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال عرضه داشت: پروردگارا، کسان تو کیانند که در روزی که جز سایه تو سایه نیست آنها را در سایه عرش خود پناه می دهی؟ خداوند به او وحی فرمود: کسانی که هرگاه حرامهای من حلال شمرده شوند مانند پلنگ زخم خورده خشمگین گردند. وسایل الشیعه، جلد 11، صفحه 416.